بنابراین چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه و کانالمون خیلی خوش اومدین. واسهتون مهمون ویژه آوردم. بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. به به. همون سلام چطوری عزیزم؟ فدات شم. مرسی که منو آوردی تو. چه خبر؟ سلامتی. خوش می‌گذره. ویدیو با شما ضبط کنیم و دور هم باشیم. یه چیزی هم راجع به اینجا بگم که اینجا استودیوی آرمینه. بعد خیلی فضای خوشگلی داره. لوگوش هم که این بالاست. ولی فعلا بهشون حمله کردیم. شما فعلا مهمون مایین. بله. مهمون مایین. یه سری سوال واسهتون آماده کردیم. خواهش می‌کنم. اول از همه که خودتون رو معرفی کنیم به ویدیومون به بچه‌ها. من آرمین طاهری ام. 24 سالمه. متولد چند میشی؟ 79. خب و تکنیک خودکار کار می‌کنم که می‌بینید. پشت رو ببینید. تو نگید. چرا دوباره؟ خیلی خوشم تو ویدیو. فقط نمیدونم موضوع ویدیو چیه. موضوع هیچ موضوعی نیست. کلا رندوم. حتی حسین من گفت میکروفونو بس کن. بچه ما رندوم میذاریم. رندوم واسه موضوع نداره. ولی خب موضوع داره. الان تایتل رو چی می‌خوای ببینی؟ رندوم زد چی بود؟ آره. بعد اینکه تو چند وقت خودکار کار می‌کنی؟ تقریباً 6 هفته. قبلش چیکار می‌کردی با زندگی؟ نقاشی تکنیک‌های دیگه. داداش چرا نمیره سر موضوع ویدیو؟ گفتم که موضوع نداره. رندوم. تکنیک‌های دیگه. چه تکنیکی تا الان کار کردی؟ رنگ روغن و سیاه قلم. کاریکاتور و نقاشی دیجیتال. کدوم بیشتر دوستش داری؟ به جز خودکار. مالیک سوال چالشیه. یه کدوم انتخاب کنید. سیاه قلم. سیاه قلم. خب خوبه. بعد اینکه تو الان جدیدن توی استودیو فکر کنم کلاس حضوری برگزار کردین، نه؟ همینو بریم راست میشه کلاس. انتهای راهرو مستقیم میشه. بعد دو تا نقاشی دیواری هم داره رو در دیوار. بگو برگش بچه‌ها. حسین جون هم خیلی کم کرد. آره من خیلی بنفش ساختم. یکم نقاشی دیواری کار کردیم. یه دونه لوگو. اون یکی لوگو رو خودتون بریم ببینیم. طرح خودتون میبینید خیلی طرح باحالیه. واقعا خفن شد. آره. بچه کوشن باکسی توی اینستاگرام واسهتون گذاشتیم که نظر، انتقاد، تعریف یا سوال هنری هر چیزی که داشتیم توش بهم گفتیم و اومدیم اینجا که با هم دیگه بخونیم. اسمتونمو پایین میذارم که آبروریزی بشه. نه دیگه نذار دیگه بازش. میذارم. عکس پروفشون هم میذارم. یعنی میخوای پس؟ آره میخوام آبروریزی بشه. باشه. این ویدیو افشاگریه. آره. اولین چیز اینه که پومانو بکش. پومانو بکشن؟ کسی که این چیزو نوشته خودش اینجا حضور داره و خواهر بنده است. یه چیزی من تو ویدیو بگم این که صحبت میکنم. پومون خب مدل یه خواننده است. هر دو تا. کدوم بیشتر؟ خدایی خوشگله. آره خدایی بچه خوشگله. پومون پسر خوبیه. خوب پسریه. پسر خوبیه. میکشم. این شرط داره. چه شرط؟ باید حمایت کنی. نه اینکه اد استوری کنی. باید واسه همه دوستا بفرستی. باشه میکشم. شیره میکشی انقدر پیشرفتت زیاده؟ شیره که نکشیدم تا حالا. من تو رو خدا. بین این چیزایی که الان کشیدم این یه دونه جا بود. یواش یواش مثلا همه داریم پیشرفت میکنیم. آرمینم که خودش خوب تو کار. نه منم چیزی عادی دارم. اسم دولت چی میخوای بذاری؟ بهش فکر نکنم. اسمت که آرتمینه. من بذار آرتمین. آرتمین چی هم میشه؟ اگه بخره مثلا فشیم. سوال بعدی اینه که چند ساله طراحی میکنی و چی شد که به نقاشی علاقه من شد؟ چند سال طراحی میکنم؟ بچه من از حدودا میشه گفت 11-12 سالگی دارم کار هنری انجام میدم. توی زمینه سیاه قلم کار میکردم. الانم که دارم طراحی چهره به سبک لومیس انجام میدم. خدایی هم کارات خفن. فدات شم عزیزی. نه خدایی واقعا. حسین خدایی توی هایپر رئال سیاه قلم هم کارش خیلی درسته ولی خب متاسفانه نمیدونم یکم ولش کردم ازش دور شدم. هایپر رئال دیگه بهم حال نمیده. سوال بعدی چیه؟ چی نوشته؟ چی شد که نقاشی علاقه من؟ آها ببین داستان داره. من مثلا تا ساعت میگم تا 9 سالگی 10 سالگی هیچ علاقه‌ای به هنر نداشتم. بعد واقعا ضد هنریا بودم. میگفتم مثلا هنر ببین چقدر مغزم فقیر بود. میگفتم که هنر کار دختر است. من چرا باید نقاشی بکشم؟ نمیخوام. خیلی تعصب داشتم روی این قضیه. ولی خب بچگی یکم مشکلات اعصاب روان داشتم. متاسفانه ردی بودم. بعد پیش یکم هستم. بعد به جاش برسی دیگه. بعد
بعد با خانواده رفتیم پیش یه سری متخصص و دکتر پزشک این داستانا که پیش یکی از روانشناسا رفتیم هنر درمانی شدم در واقع. مثلا پیشنهاد دادم به خانواده‌ام که مثلا این بعضی وقتا مثلا به تشویقش کنی که نقاشی بکشه. خب بعد به مرور انجام دادم دیدم که نه چقدر باحاله. از اونجا من چیزی که کشیدم یه رودخونه بود، یه خرس فانتزی بود با قلاب انداخته بود داخل رودخونه، داشت ماهی میگرفت، اونو کشیده بودم. اولین نقاشی کل زندگی. اینا درآمد دیدن. هدفت برای چند سال آینده چیه؟ دلم میخواد که توی از زمینه هنر دلم نمیخواد پول در بیارم، دلم میخواد یه کار دلی باشه. خب ولی مثلا میخوام از تولید محتوا مثلا دلم میخواد کسب درآمد داشته باشم، ولاگ گرفتن و یعنی یوتیوب کلا. من میخوام یوتیوبرش کلا سعیم به اونه که یوتیوبر بشم، نمیخوام زیاد تو فضای هنری ازش پول در بیارم، دلم میخواد دلی کار کنمش. و اینکه اگر بخوام از هنر پول در بیارم سعی میکنم که حالا توی نقاشی دیواری که تازه شروع کردم برم سمت پروژه متفاوت و پروژه بگیرم و اینجوری کار کنم. پس این دوتا بیشتر. آره یه همچین چیزی. هدفم واسه آینده اینه. کدوم تکنیک از همه بیشتر میپسندی؟ اصلا بیشتر میپسندم الان خب در حال حاضر خب علاقه‌مند شدم به نقاشی دیواری. خب کار رنگ با اکریلیک، مثلا رنگ اکریلیک و این داستانا. ولی علاقه شخصی خودم بیشتر تصویرسازی رو خیلی دوست دارم. ولی اصلا تا سمتش نرفتم. از دور قشنگه هستم. کلاس آموزش طراحی خود میذاری؟ آره دیگه. ببین یه مدت حضوری میذاشتم توی یکی از گالری‌ها، یک سال اینا ازش خارج شدم. بعد الان خب دوره آموزشی مجازی میذاریم به اسم DNA که خب واسه بچه گذاشتیم هر کسی دوست داره میاد ثبت نام میکنه. ولی اونقدر مانور نمیدم که همش بفروشم. نه، هر کس دوستش بیاد بگیره، هر کس هم دوست داشت دیگه واسه مهم نیست. نه مهمه آدم. در لحظه چیزی نگفتم که گفتم که هر کس دوست نداره بخره واسه مهم نیست. ولی مهم. در اصل مهم. نه شوخی کردم بچه. چیزه؟ اگه بدونی فقط 3 روز از عمرت باقی مونده. خب بگو مثلا امروز تمام شد 2 روز دیگه داری. امروز خودم براتم 2 روز دیگه میام برات. سه کاری دوست داری؟ نه 2 روز دیگه. 2 روز. نه کار در میاد، بازم تو 2 روز کار در میاد. این کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینه که برمیگردم خونه سمت شمال. پیشه یعنی شمال وصیت‌نامه. نه اون نزدیکه. برمیگردی وصیت‌نامه تو میگی. پیدازم حلوا خورد. ببین اگر 3 روز باقی مونده باشه حالا 2 روز برمیگردم شمال واسه آخرین بار عدس‌پلوی مامانم میخورم. عدس‌پلوش خداست، یعنی دوست دارم اون رو بچشم. مش بقیش با هم دیگه عدس‌پلوش خداست بچه‌ها، اصلا یه چیز عجیبه. اگه قرار بود نقاشی اسم ارغوانو چی؟ نه قرار بود نقاشی اسم ارغوانو بکشی، چرا نکشیدی؟ آقا چیز منطقی بگم، من هر روز میتونم نهایتا یه دونه پست بذارم. بعد مگه من چند نفرم بتونم هر روز هی چهره بکشم؟ چرا؟ یعنی این همه اسم داری. این همه اسم، بعد همه شاکی میشن چرا اینو نمیکشه اون نمیکشه. بابا 2 تا دست که نمیکشم که یزیدا. ولی مثلا یه چهره که میکشم صبح شروع میکنم اصلا شب میگم پو ولی مثلا صبح شروع میکنم شب تموم میشه با کلی سختی و این داستانا. چون الان دیگه سایه‌اشو مثلا دارم با قلم و این داستانا میزنم. الان یکی پرسید چرا اسمان کم نقاشی؟ آره جوابش همینه دیگه. دلیلش اینه که نمیتونم به همه اسم فعلا رسیدگی کنم چون واقعا زمان میبره. شکایت میشه بیشتر استوری روزمرگی بذاری؟ بچه یه چیزی که هست اینه که آجیبم مثلا خونه رو تازه گرفتم. خب این چی تو خونه میاد بعد الان دارم به زور مثلا پول جمع میکنم یه مثلا وسیله بگم اون وسیله رو بگیرم. الان از چی بذارم؟ خیلی خونه ریخته با نه وسیله میگیری بعد خونه رو. آها وسیله حالا تا بگیرم هاوس تور بذار. الان 3 ماه گذشت که نتونستم بگیرم، حالا ببینیم آینده چی میشه. ولی خب بگیرم حتما میذارم. الان در حال حاضر چیز جذابی تو خونه نمیبینم که مثلا بخوام راجعش استوری بذارم روزمره. ولی شمال که بودم مثلا خیلی زیاد میذاشتم. ولی اوکی میذارم. واسه یه موقعی تو استودیو نیست ولی استودیو. چجوری حوصله داری هر روز تولید محتوا کنی؟ من هر روز تمرین دارم ولی حوصله تولید محتوا ندارم. نتیجتا پیجم قهوه‌ای میشه. من الان نزدیک 4 سال دارم هر روز پست میذارم. خب حالا بعضی وقتا نمیتونم بذارم و این داستانا مشکلی نیست. ولی 4 سال دارم هر روز تولید محتوا میکنم، عادت کردم. یعنی یادم اون تایمی که این اینستاگرامو شروع کردم
از یه نفری مثلا دوره اینستاگرامشو گرفتم که میگفتش که یه کاری کن اینستاگرام مثلا بشه جزوی از روزمرت، ازش لذت ببری، به چشم کار و شغل نبینش. من الان انقدر این کارو کردم عاشق تولید محتوا شدم. دوست دارم اصلا ویدیو هم نمیگیرم خودم واسه خودم بشه جزوی از زندگی تمام. خوشگل نری؟ اوه سربازی چی شد؟ مشکل همه پسر 2 سال و 7 ماه یا بیشتر من دانشگاه درس خوندم. بعد آخر سر دانشگاه اومد بهم گفتش که تو اصلا سربازی، تو اصلا دانشجو نیستی. گفتش که تو معافیت تحصیلی تمام شده و ما یادمون رفت بهت اطلاع بدیم و تو الان سربازی با 4-5 ماه اضافه خدمت. من سرباز فرقیم. زن بگیری 6 ماه کسری خدمت. این جدا میفته تو منطقه خودت، این جدا. اگر جنگ بشه نمیفرستن جدا چون زن داری. حقوق 2 برابر حقوق بقیه میشه و لب مرز هم نمیندازه. اون بنده خدا اذیت میشه. صبح میره تا ظهر. هر بچه 2 ماه و فکر کنم 15 روز 20 روز. بالای 30 ها. 3 تا بیارم چیه؟ 3 تا بیارم پادگان میاد واسه سربازی. 2 تا کارت دادی. نمیخوای دوباره موهاتو بلند کنی؟ نه. دوست داری بچه آینده چی باشه؟ پسر باشه یا دختر؟ چی باشه؟ مالی مزاچه بگو هری کنارم. قطعا دوست دارم بچه هایم دختر باشه. پسر کنم پسر رو میخوام چیکار کنم؟ اصلا حوصله پسر ندارم. دوست داری هنری باشه یا نه؟ نه دوست ندارم. ببین اگر هنری باشه اوکیه خب، ولی توی زمینه هنر متاسفانه به یه سنی که میرسن خیلی فازهای بدی میاد. مثلا دختر یا پسره که ببین خیلی جو اجتماعی است. بعضی وقتا تربیت اجتماعی است. بعضی وقتا تربیت پدر مادر تو. ببین بری تو اجتماع الان مثلا دم خب دختر خوب است، پسر خوب است، پسر است، دختر بدم است، همشون ولی دارن مواد مخدر مثلا سیگار میکشن. دوست دارم که اگر میخواد تو زمینه هنری کار کنه موسیقی باشه. ببین به نظر من بهتر از نقاشی اگر موسیقی تو زندگیت باشه خیلی جوابه. نه قبول. اسم من اگر پسر داشتم سهیل میذارم اسمشو، دختر نمیدونم. سهیل نه بس سهیل خیلی دوست دارم. نمیخوای نیایشو بکشی؟ نیایشو چه قول داده بودن. ببین آقا حقیقتا بهم گفتش که نیایشو بکش توی لایف. خب بعدم بهش گفتم کشیدم بعداً آپلود میشه. دروغ گفتم. نکشیدم اصلا نیایش. چرا نکشیدی؟ دروغ. می‌خواستم ول کنم. بابا خیلی میگفت نیایش. ببین دایرکت کامنت سریسم که خب یه بار بگو. بچا کامنت نذارید. یه بار بگو اسمتو من انتخاب میکنم. والا ببین آخه میدونی چه جوریه؟ مثلا یه دفعه میبینم مثبت 9 تا پیام چک بکن نیایش وایس نیایش مثلا اینجوری مغز آدم تلت میشه دیگه. آجی من یه سوال چالشی ازت دارم بعد بریم واسه خدافظی. بگو. اگر هنر رو ول کنی، هنر رو به چشم شغل دیگه خب اگر هنر رو ول کنی حاضر سمت چه شغلی بری؟ نقاشی بکنم یوتیوبری تو چیز فعالیت بکنم هرچی علاقه دارم. مثلا ولاگ همینجوری برام مثلا ویدیو ما جلسه چند نفره چون میدونم پسش برمیام هم جلو دوربین دوست دارم ادیتو بلد دارم هم پروژه پروژه ادیت اینا. خب راستی بچه جدا از این که نقاش خفنیه یه ادیتور این ویدیو رو گذاشتم واسه که یکی از رندوم ترین ویدیوی چنل هم باشه واسه اینکه رابطه زناشویی بیشتر این ویدیو رو گذاشتم که اول از همه تو داخل ویدیو باشی. دوست داشتم که ویدیو باشی. ویدیو برکت. مرسی که منو باتری ویدیو ولی باز ویدیو بعدی هم میاریم. باز ویدیو جدید برکتی میشه ویدیو. بعد باز ویدیو جدید میگیریم بگو. آره ویدیو جدید باز میگیریم قطعا. ولی خب این دفعه دیگه رندوم اومدیم. دفعات بعد با یه موضوع خیلی خاصی میاد. این دفعه دوست داشتم رندوم باشه برای اینکه ببینم یواش یواش میتونیم به چه موضوعاتی بپردازیم، کار چنل رو پیدا کنیم. آره استارتش بود. ولی حاجی ویدیوی رندوم خیلی باحاله. آره واقعا همه چی بود توش. آره خلاصه بچه‌ها خیلی متشکرم که تا اینجا با ما همراه بودین. آره نمیخوای خدافظی کنی؟ تو بگو. آره چنل آرمینم چکرت. این همین آرتمین بزنید زیر میذارم. اون بالا میذاری؟ نه همین آرتمین رو میگم لوگو. آره همینو بزنید چنلش میاد بالا. خیلی ویدیو خفنی داره. بعد یه چیز قبل از خدافظی از ویدیو باحالی که توی چنلش میذاره ویدیو آموزشیه. چکر خیلی خودت هم داری آموزشی می‌کنی؟ آره
ولی خیلی کارش حرفه‌ایه. کامیونیتی هنر رو می‌خوایم بیاریم. خلاصه که اینجوری خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیو بعد شما رو خود بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ.